درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با اولین قسمت از برنامه سینما مناظره در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم نازگل و خانم زهره هستیم. سلام علیکم. سلام خدمت شما میلاد عزیز و نازگل عزیز، تمام بیننده‌های این کانال. خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم یه برنامه خوب باشه و بیننده‌ها لذت ببرن از این برنامه. قربون شما نازگل جان، بفرمایید شما. سلام به شما میلاد جان، زهره جون و همه کسایی که ما رو دنبال میکنن. خیلی خوشحالم که در اولین سینما مناظره میلاد ماهون من حضور دارم. واقعا باعث افتخارم. قربون شما برم، بزرگوارین، محبت دارین. ما هم خوشحال هستیم در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم و بیایم تا بگیم موضوع امروز و اولین قسمت برنامه ما چیه تا یک مناظره درجه یک رو داشته باشیم با خانم زهره و نگار. بله. خب سلام مجدد. امروز میخوایم در رابطه با مقاله‌ای که اخیراً توی سینما ایدئال منتشر شده صحبت کنیم. یعنی همین امروز یک مطلبی رو در مورد پژمان جمشیدی منتشر کرده با این مضمون که چرا پژمان جمشیدی ستاره‌ای هست که دیگه داره سقوط میکنه و اشاره‌ای هم داشته به مصاحبه عزت‌الله انتظامی که گفتش من پیشرفت کاریم و شهرتم به خاطر نهایی بود که تو سینما گفتم، فیلمنامه‌هایی که بهش پیشنهاد میشد و قبول نمی‌کرد. و ما نمونهش هم داشتیم. رعنا آزادی‌ور 3-4 سال پیش یک مصاحبه‌ای کرد قبل از زخم کاری و گفتش که من اشتباه میکردم، سالی 1-2 تا فیلم بازی میکردم، خیلی رو بورس نبودم، به خاطر این اتفاق فکر میکردم که اگه این کارو بکنم خیلی هنرپیشه خاصی میشم و دیدیم که بعدش پرکار ظاهر شد. یعنی دقیقاً همون موقع هم رفتاری رو خلاف صحبت حرف استاد بزرگ سینما ایران، استاد بازیگری آقای عزت‌الله انتظامی زدن. اما حالا با توجه به این مقاله‌ای که منتشر شده ما تصمیم گرفتیم امروز در خدمت 2 تا عزیز باشیم که در رابطه با این مقاله حرف دارن و نظرات موافق و مخالف رو دارن. خانم نازگل عزیز با عنوان مخالف مقاله در خدمتشون هستیم و اعتقادی نداره که این کار و این رفتار پژمان جمشیدی تو انتخاب زیاد فیلمنامه‌هایی که بهش پیشنهاد میشه باعث سقوطش شده و دلایل خاص خودش رو داره و خانم زهره رو به عنوان موافق مقاله داریم و می‌خوایم نظراتشون رو بدونیم. از خودشون پرسیدم. مرسی میلاد جان از توضیح کاملی که دادین. ما از صبح خودمون درگیر این مقاله هستیم، هر کدوم دارن نظرات مختلفی میدن، ولی یکی از مهمترین دلایلی که دارم برای اینکه میخوام مخالفت بکنم اینه که بر هیچ کس پوشیده نیست که آقای بازیگر سینما، استاد بزرگ بازیگری استاد عزت‌الله انتظامی اگر امروز بودن شاید انتخاب‌هاشون متفاوت میشد، به خاطر اینکه شرایط مملکت، شرایط اقتصادی، شرایط خود سینما، اتفاقهایی که داره توی سینمای ایران میفته خیلی با سالی که ایشون کار میکردن و متاسفانه سینما یک به نظر من فاجعه بزرگ رو تجربه کرد با از دست دادن ایشون، خیلی چیزها متفاوت شده. یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده اینه که ما در سالهایی داریم زندگی میکنیم که در بیشتر کشورهای دنیا دارن میرن به سمتی که سینمای صنعتی درستی داشته باشن و ما همچنان از این کشورها عقبیم. یعنی الان حتی ترکیه با ساخت سریال ها و قانون کپی رایتی که داره به یک سینمای صنعتی داره تبدیل میشه برای اینکه سریال هاش رو صادر بکنه به کشورهای دیگه و 10 تا 15 تا در واقع پخش کننده در دنیا داشته باشه. ولی ما حتی فیلم های معروفمون هم که رفته و در سینماهای جهان در واقع جشنواره های بزرگ جایزه گرفته و پخش کننده خارجی گرفته، بلافاصله بعد از اینکه در اولین سینما اکران میره نسخه پرده‌ای و نسخه های مختلفش میاد و با شکست در ایران مواجه میشه. ما در یک سینمای نیمه صنعتی داریم زندگی میکنیم که بازیگرهای ما یک گلدن تایمی برای کار کردن دارن. مهمترین اتفاقش اینه شما احتیاج به بقا داری، احتیاج به این داری که زندگیت رو پیش ببری، اجاره خونه داری، خرج زندگی روزمره داری. اگر یک تایم طولانی یک بازیگر کار نکنه، با این تعداد بازیگری که الان سرازیر شدن به سینما و تعداد محدودی که داره فیلم و سریال ها ساخته میشه، من کاری به پلتفرما ندارم که همینطوری دارن تولید سریال انجام میدن، یک عده محدودی از این سریال میرن تو سریال بعدی، از سریال بعدی میرن تو سریال بعدی و کلی آدم پشت این در گیر کردن و سخت ورود بهش. هنوزم کار راحتی نیست.
تعداد کارها از نظر کوالیتی در یه سطح مشخصی داره پیش میبره و آدم‌هایی که پشت این درگیر کردن هم یه تعداد خیلی زیادی هستن و اگر شما کار نکنی قطعاً میری برای فراموشی و امکان نداره که به راحتی دوباره کامبک کنی بیای و بتونی کار خوب انجام بدی. خب صحبت ابتدایی خانم زهره هم بشنوید در رابطه با مقاله‌ای که منتشر شده به عنوان موافق. من مقاله رو که خوندم، ببینین اصلا قبول دارم شرایط اجتماعی همه چی، ایران سرزمینیه که اصولاً رنگ آرامش رو خیلی کم دیده، سرزمینیه که همیشه توش بحران وجود داشته، به نوعی بحران وجود داشته. تاریخش رو که بخونیم متوجه میشین خیلی کم رنگ آرامش رو به خودش دیده، ولی هنر توش قبلا خیلی پررنگ تر بود. من میگم که از ماست که بر ماست، حمایتی که هنرمندا باید از هم بکنن. یه سری هنرمند هستن همه جا بازی میکنن، کارگردانای ما نمیرن بگردن تو سالن‌های تئاتر، توی دانشگاه هنر. کارگردانای ما بیشترشون معیارهای انتخابشون الان شده چیزای دیگه. بعدم شخصیت هایی که توی هنر هستن باید ببینین که چه شانسی داشتن برای معرفی. آقای پژمان جمشیدی وقتی وارد سینما شد، مثلا استعداد ایشون رو زیر سوال نمیبرم، معرف ایشون رو برای سینما در نظر بگیرید. چند نفر از هنرمندای بزرگ ما یه همچین شانسی رو داشتن که با یکی برخورد کنن که یه دفعه بهشون بگه که خب تو خیلی آدم با استعدادی هستی، بیا توی فیلم من بازی کن. چند نفر هومن سیدی هستن که دقت کنن برای شخصیت ها، توی اینستاگرام هم چک بکنن و یه دفعه یه هنرپیشه خیلی خوب انتخاب کنن. من قبول دارم این مقاله رو و قبول دارم که هنر یک ارج و قربی داره و باید اون احترامش حفظ بشه. درسته که زندگی هزینه‌اش زیاده، ولی ببینین بعضی وقتا هنرمندای ما دیگه عرصه رو به دیگرون نمیدن، درآمدا خیلی سنگینه. آقا یه جایی هم باید بذاری این درآمد تقسیم بشه دیگه، به قول معروف تخصش کن دیگه، بذار بقیه هم بیان هنرشون رو نشون بدن، استفاده کنن و خودشون رو نشون بدن به مردم. همه فیلم‌های ما شده شخصیت اول، دوم و سوم همه تکراری. چرا ما نباید مثلا توی سریال و فیلمامون شخصیت اولمون ناآشنا باشه و ما یک دفعه باش آشنا بشیم، بگیم به بچه هنرپیشه خوبی رو معرفی کرده به سینما، چه شخصیت مهمی رو معرفی کرده. و هنرمندا از هم حمایت نمی‌کنن. چیزی که توی سینمای ما ضعفه اینه که حمایت از همدیگه اصلا وجود نداره. با توجه به نکته درستی که در رابطه با بحث نقش اولا گفتم و کسایی که دارن هی تکرار میشن، شما به نظرتون که میگید که با مقاله مخالفید و باید پژمان بازرگی پرکار باشه چون خرج زندگیش اجازه شاید نده و مشکلات مالی باعث بشه که بخواد این کار رو انجام بده، من میخوام ازتون بپرسم پس تکلیف هنر چی میشه این وسط؟ یعنی اصلا به این قضیه شما فکر کردین، نگاه کردین؟ یه سوء تفاهمی اینجا پیش نیاد. حالا درسته که مقاله پژمان بازرگی رو مثال زده ولی صرفا فقط پژمان جمشیدی رو مثال زده مقاله، ولی صرفا فقط پژمان جمشیدی نیست. ما تقریبا این اپیدمی رو در سینما داریم تکرارش میکنیم با یه سری از بازیگرهایی که میدونیم چرا انتخاب میشن. مهمترین دلیلش اینه که ما مثل کشورهایی که باز برمیگردم سر حرفم، ما سینمای صنعتی نداریم. کشور ما یک سری سرمایه گذار ثابت داره برای فیلم ها، یعنی یا فیلم ها از طرف ارگان ها دارن تهیه میشن، سازمان های بزرگی که دارن فیلم تهیه میکنن که اصلا بعد هنریش خیلی هم براشون اهمیتی نداره، اونا دنبال چیزای دیگه ای و من میتونم سوالمو اصلاح کنم. من دارم در رابطه با تکرار خود پژمان صحبت میکنم. تو یعنی دیگه تو کوکتل مولوتوف هم اصلا انگار هیچ فرقی با زرافه ها نداره، با زرافه ها دیگه هیچ فرقی با فیلم قبلیش نداره و همش یک تیپو داره پیش میره، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. ببین من صرفا از خود پژمان اولا که بگم پژمان جمشیدی برای من جز اون دسته بازیگرایی بود که من با ورودش از عرصه ورزش به عرصه هنر اصلا مخالف نبودم. ورودش هم توسط برادران قاسمخانی اتفاق افتاد که اتفاقا به نظر من انقدر باهوشن در عرصه نویسندگی و کارگردانی و تهیه و توزیع فیلم که میدونن کیو انتخاب کردن و با توجه به اینکه اصلا آدم چهره، یعنی از نظر فوتبال هم، حالا من خیلی فوتبالی نیستم ولی جزو بازیکن‌های خیلی ترندی که دخترها
دنبالش باشن، سر و دست بشکنن، پوستراش چاپ بشه نبود. ولی این بازیگر بلافاصله بعد از اینکه وارد عرصه تلویزیون شد و سینما، در واقع فیلم پژمان ازش دیدیم، یه تایم طولانی رفت سراغ تئاتر و تئاترهای خوبی بازی کرد. با علی سرابی کار بازی کرد، یکی از ما 2 نفر، با آقای که پپرونی برای دیکتاتور رو دوباره هم باش اجرا رفت، وای من چرا اسمش رو یادم، علی احمدی. با علی احمدی عزیز که یکی از کارگردان‌های درجه 1 تئاتر کار بازی کرد. فکر می‌کنم 2 تا کار باهاش بازی کرد، چندین تئاتر پشت سر هم دیگه کار کرد و به خودش سختی این رو داد که بیاد و یک کاری رو انجام بده که همه بهش میگفتن درس آموخته مهمیه دیگه، یک دانشگاه مهمی برای اینکه آدم‌ها بگذرونن و وارد حیطه بازیگری بشن این هستش که بیان تئاتر بازی بکنن. من نمیگم که کار درستی داره میکنه که همه چی انتخاب میکنه، میگم خیلی المان‌هایی وجود داره. این آدم اومد چند وقت پیش مصاحبه کرد و گفت آقا من دچار یک ورشکستگی شدم که رفتم زیر خط فقر، مجبورم به هر کاری تن بدم برای اینکه دوباره برگردم بیان. مثل اون در واقع مغازه‌داری میمونه که جنساش تو مغازه هست، حتی اگه کوالیتیش اومده باشه پایین‌تر به خاطر کیفیت محصولاتی که وارد میشه، مجبور اونو بفروشه تا بقاشو ادامه بده دیگه. ولی با کم فروشی بازیگر موافق نیستم. یعنی به نظر من پژمان جمشیدی اگر هر کاری رو میپذیره باید صد خودش رو بذاره. شاید بتونم یه جایی بهش از نظر سینمایی که من در یک جایگاهی قرار میگیرم که میشینم در یک سری برنامه دیگه و نقد میکنم بازی آدم‌ها رو، کارگردانی و فلان، و نقد هنری از آدم‌ها میکنم، بتونم به بعضی از بازیاش مثل این که میگی توی کوکتل مولوتوف هم بود در واقع نقد داشته باشم که تو داری خودت رو تکرار میکنی و باید یه ریکاوری خودت رو بکنی. ولی به این که آدم‌ها اجازه ندارن هر کاری رو انتخاب بکنن نقدی ندارم. من میگم فقط بازیگر دلیل بد یک فیلم نیست، 1000 تا المان دیگه داره. کارگردانی بد هم داره، فیلمنامه بد هم داره، فیلمبرداری بد هم داره. یه پکیجه که یه چیزی بد در میاد. بازیگر فقط میتونه کم فروشی نکنه و خوب خودش رو بذاره. اینجوری نمیشه. حالا برمیگردیم به خانم نازگل. من سوال دیگه در رابطه با همون حرفی که زدی دارم، اما از خانم زهره میخوام در رابطه با صحبت خودش سوالی بپرسم و دوست دارم که واقعا صادقانه و اگه میخوای واقعا فکر کن به این جواب بده. شما داری میگی من موافق هستم، یعنی این آدم باید دیگه فیلمنامه هایی که خوب نیست رو رد کنه، بره به خودش یه استراحتی بده، بره رو خودش کار کنه و بشه بازیگر بهتری بیاد، بازیگری که میتونه کاندید سیمرغ باشه، میتونه سیمرغ هم تو دسته خودش داشته باشه. من یه سوالی دارم، چند نفر از آدما میکائیل شهرستانی رو میشناسن؟ تکلیف اینجور آدما چی میشه؟ آیا اگر بخواد این اتفاق بیفته و نظر شما و نظر مقاله بخواد یکسان باشه، به نظر شما اون بخش هنری، یعنی ما میدونید که اگه تئاتر برید تو تئاتر نگاه کنید سیلی از بازیگران با استعدادی داریم که متاسفانه تو سینما و سریال اینا رو نمیبینیم، اینا کجان؟ ببین میلاد جان، در اینکه ما دچار یه سقوط فرهنگی داریم میشیم شکی نیست. خب سقوط فرهنگی هم به هر حال دولت مردان توش تاثیر دارن. اصلا کلا رسانه برای این هست که بدون اینکه مردم متوجه باشن روی مردم تاثیر بذاره، یعنی ذهن شما رو درگیر میکنه و اون دروغایی که میخواد و درگیر میکنه تو ذهن شما. این که مثلا 60 سال پیش به زمان بچگی ما انیمیشن ها چی بوده، الان همون انیمیشن ها رو نگاه کنی، انیمیشن های قدیم الان اومده به یه شیوه دیگه بازسازی کرده که وقتی نگاه میکنی خندت میگیره، ولی در واقع میخواد ذهن بچهای کوچیک الان رو ببره یه فاز دیگه. اینو در نظر بگیر. اما من یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. الان حرف که میزنی هنرمندا میگن که سانسور میکنن، فلان میکنن، نمیتونیم بسازیم، نمیتونیم کار کنیم. ببینید گوزنها وقتی ساخته شد مگر آزاد بود ساختنش؟ مگه راحت بود ساختن گوزنها؟ مگه راحت بود ساختن قیصر؟ چرا فکر میکنین که فقط شماها دارین سختی میکشین؟ مگه کارگردانای خیلی خوب ما راحت کار کردن؟ مگه آقای بیضایی راحت فیلم میساخته؟ مگه ساموئل خاچکیان؟ ببخشید من ورود میکنم، نباید ورود کنم، ولی واقعا نیازی یه کامنتی بدم. ببینید واقعا شما زمانی که دلار 7 تومانی بوده و طرف میتونسته بالاخره خودش رو پیش ببره
با زمانه‌ای که اگه الان واقعا پژمان جمشیدی نخواد نقش رو انتخاب کنه ممکنه کمیتش لنگ بمونه و نتونه هزینه‌های زندگی. نه میلاد جان اینو قبول دارم، خب اینو قبول دارم. نه ببین قبول دارم، درسته، اوکی، میخوام دلیل منطقی باشه مخاطب داره میبینه. خب نه ببین اینو قبول دارم. خب اینو قبول دارم. ببین اول از این که من اصلا اینو اولش تو پرانتز بگم، من اصلا مخالف این نیستم که یک نفر یه رشته رو خونده بعد از اون رشته‌ای که خونده وارد هنر بشه. خب آقای سروش صحت طبق گفته خودش شیمی خونده، خب ولی وارد دنیای هنر با کتاب شده. اما آقای صحت خیلی آدم‌های اهل کتابو که آدم‌های خیلی بزرگ و برجسته‌ای هستن و به مردم معرفی کرد، یعنی تاثیرگذار بود توی معرفی کردن این انسان‌های دانا، حتی تاثیرگذار بود تو معرفی کردن کتاب‌های خوب به مردم و خوب مطالعه کردن. حتی ببینید هنرمندای ما رو وجهه خوبشون رو نشون داد. من وقتی برنامه آقای صحت رو با مهران مدیری نگاه میکنم که آقای مدیری اونجا چطور صحبت میکنه، آقای بهداد اونجا چطور صحبت میکنه، ببینید خیلی فرق داره. خب این تأثیره، یعنی برای من مهم نیست که آقای صحت شیمی خونده اومده اینجا، میدونی استعدادشو نشون داده، هنرشو نشون داده. برای من مهم نیست که آقای جمشیدی فوتبالیست بوده، تو علفزار آقای جمشیدی بوده، میدونی. ولی اینکه بازم دارم میگم اینکه یک نفر شرایط مالیش یه کاری کرده، حالا زمین خورده، هر اتفاقی که افتاده تاوانشو همه نباید پس بدن، میدونی، درآمدشو به هر حال به هر دلیلی هر اتفاقی که افتاده تاوانشو هنرمندای دیگه نباید پس بدن. و اینکه شما مثال زدی آقای میکائیل شهرستانی، باز هم من دارم میگم اینجا برمیگرده به حمایت هنرمندها از همدیگه، چیزی که در زمانه قدیمتر بوده. ببینید مثال نزنین دلار 7000 تومانی، دلار ببخشید دلار مثلا الان 100,000 تومانی. من خودم تو دلار 7000 تومانی هم زندگی کردم دیگه، زمانه جنگ زندگی کردم. تو زمانه جنگم ما اینطوری بودش که باید اینجوری بگم، مثلا قشنگ یادمه که به ما میگفتن برای سلامتی بدن هفته یک بار مثلا جمعه ها خورش درست میکنیم. زمانه جنگ بود دیگه. و من بازم میگم ایران سرزمینیه که همیشه مورد ظلم و تهاجم قرار گرفته. در تمام تاریخش رو بخونین، اصلا همه ابرقدرت‌ها، همه کشورها به ایران نظر داشتن در دوره‌های مختلف. و هنرمند، از شاعر، از هنرمند، همه کسایی بودن که این سرزمین رو روپا نگه داشتن. الان هنر ما افت کرده چون هنرمندای ما پشت هم نیستن، چون وقتی آقای سعید روستایی توبیخ میشه هنرمندای دیگه ازش حمایت نمیکنن. اون فکر درآمد خودشه. چون آقای مثلا آقای ایکس وقتی معرفی میشه به یه فیلمی نمیگه که من مثلا اینو. صحبت شما چون خیلی دیگه مهم شد گفتم خانم نازگل اگه حرفی داری الان میتونید اجازه بگیری و بگی من میخوام راجع به این نقطه صحبت کنم. الان این نکته مهمیه به نظرم و دیدم که احساس کردم که یه چیزی میخوای بگی. آره اصلا من دیگه دارم کلیدواژه‌ای می‌نویسم، خیلی مخالفت زیاد دارم. یه چیزی رو نمیتونیم منکر بشیم، سینمای ما نه، هر در واقع کاری که شما در مملکت بخواید بکنین گره خورده به مسائل سیاسی. یعنی سیاست در دین ما، در سینمامون، در کتابهامون، در زندگیمون جاریه و هیچ کسی نمیتونه بگه که سیاسی نیست. و ما یک چیز خیلی مهم داریم که من خیلی راجع به این قضیه خیلی پیشترها سالهای قبل که کلاپاس باب بود و باعث آشنایی من با میلاد ماهون عزیز شد، راجع به این مبحث بارها صحبت کردیم که در کشورهای دیگه چقدر آدم‌ها ممنوع الکار میشن. یه چهره‌ای رو به خاطر یک در واقع صحبت، یک مصاحبه سالهای طولانی ممنوع الکار میکنن و اصلا اجازه کار کردن بهش نمیدن. خیلی راحت بهش میگن تو اجازه نداری کار کنی. یه حکم، گاهی وقتا حتی حکمرم نمیگن، یا یه طرف متوجه میشه که دعوتش نمیکنن به فیلم ها. چرا؟ چون گفتن با شما کار نکنی. این مبحث رو نمیتونیم منکر بشیم. چرا فکر میکنین که اگر سعید روستایی
یه کاری انجام میده، آدم‌های دیگه در واقع دفاعش نمی‌کنن. ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که به نظر من فیلم بی همه چیز تا ابد یکی از فیلم‌های مهمه به واسطه اینکه جامعه ایران رو نشون بده. ما متاسفانه هممون، ما مردم ایران با یک قوره سردیمون میشه، با یه مویز گردیمون میشه. یعنی تا دیروز طرف رو بردیم اون بالا، گذاشتیمش رو سقف که وای تو چه هنرمند درجه یکی هستی، فردا صبح میتونیم از اون بالا با کله بزنیم زمین که چرا فلان حرفو زدین، چون به مذاق ما خوش نیومد. یه آدمی مثل رامبد جوان که با یه حرف نبوده پژمان جمشیدی خیلی وقت دارم بهش این انتقادو میکنم، خودت هم قبول داری حداقل 6 ماه. نازگل جان شما داری حرف منو تایید میکنی که شما من داری حرف موجی فقط جواب شما رو در مخالفت میگم، یعنی با مخالف موافق سوال میپرسم، با موافق مخالف سوال میپرسم. من جواب شما رو دارم از این بابت میدم که آدم‌ها از همدیگه دفاع میکنن اتفاقا. یعنی زمانی که سعید روسیه‌ای اتفاقی براش میفته، هنرمندای دیگه میان ازش دفاع میکنن، این لاغن تو استوریاشو میبینی. ولی آدم‌ها میتونن محافظه‌کاری داشته باشن، باز هم به دلیل بقا خیلی وقتا میرن توی لفافه کار میکنن. یه مثال خیلی واضح میخوام بزنم که رامبد جوان که این همه بهش نقد کردن سر برنامه خندوانه، من اینو تا حالا بارها هم گفتم که اگر زینب موسوی نیومده بود گفته بود که در اتفاقاتی که در 2 سال گذشته در ایران افتاد کلی از بچه‌ها رو به واسطه رامبد جوان تونستن از زندان بکشن بیرون که همشون هم سیاسی بودن. یکیش خود زینب موسوی که با اسم کوسکو در اینستاگرام داره کار کاملا یعنی کمدی سیاسی برگزار میکنه، هیچکس با خبر نمیشد رامبد جوان داره این کار میکنه. در همون شرایطی که داشتن بهش فحش میدادن که تو چرا هیچ کاری نمیکنی. یعنی من مثلا اینو خبر موثق دارم که مهدی گراحی وقتی افتاد زندان یکی از اولین نفرایی که پا شد رفت زندان نجاتش بده احسان علیخانی بود، در همون تایمی که آدم‌ها داشتن بهش فحش میدادن که تو چرا کاری نمی‌کنی. خیلی وقتا کارهایی که میکنن در خفای خودشونه، به خاطر اینکه اونها هم محافظه‌کاری‌های خاص خودشونو دارن و اجازه دارن محافظه‌کاری داشته باشن. وقتی در مملکتی هستیم که یهو نفر ممنوع کار میکنن، چرا باید بیا تو بوق و کر نکنه که همه این کارها رو داره میکنه؟ حق داره که کارهایی رو نکنه. خیلی از بازیگرها و کارگردان‌هایی که داشتن کارهایی میکردن پیج‌های اینستاگرامشون رو بستن، فعالیتی نمیکنن. همچنان بازیگرای ما مشکل اجاره خونه، مشکل معیشت بابت این دارن که نه بازنشستگی دارن، نه دیگه حمایتی ازشون میشه، نه دیگه استفاده در سینما ازشون میکنن. یعنی این تایمیه که انگار آدما 10 سال میتونن کار کنن و بعدش هم دیگه هیچ دیگه همون 10 سالی که کار کردی باید به زندگیت ادامه بدی. برای من خیلی 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 زیاد دردآور بود که آقای سمسارزاده عزیز اومدن در این برنامه نشستن 1-2 سال گذشته با اجاره 20 میلیون تومانی خونهشون گفتم من ماهی 4 میلیون تومان دارم بازنشستگی، 4 میلیون 2 میلیون از در واقع رادیو میگیرم. خب اصلا خنده‌دار این عدد، اصلا روتون میشه اینو واریز کنی برای یک بازیگری که سالها زحمت کشیده در عرصه سینما، در عرصه رادیو. حالا درسته که ایشون جزء رنگ اولا نبوده. خانم زهره نظرتون رو میشنوم در این رابطه. من چیکار اگه پرکار نباشه چیکار باید بکنه؟ چجوری در بازار؟ بذارین قدم یکی یکی بریم جلو دیگه. اول از اینکه نازگل جان گفتن که هنرمندایی بودن که در خفا کمک کردن. خب بیاین اول در مورد یه فرهنگ خیلی اشتباه تو جامعه ما صحبت کنیم. همه ما فکر میکنیم کار درست رو به صلاح انجام میدیم از توی خانواده، خب از در خانواده گرفته تا تو جامعه. یعنی مثلا یه چیزی رو نمیگیم، صلاح میدونیم که مثلا بچه نفهمه، صلاح میدونیم همسر نفهمه، صلاح میدونیم، بعد یه دفعه یه بحران بزرگ به وجود میاد، چه توی خانواده، چه توی محل کار، چه توی جامعه. ببینین صلاح میدونن مردم الان نفهمن، صلاح میدونن که تو شرکت کارمندا نفهمن، پدر صلاح میدونه بچه نفهمه الان شرایط مالی چطوریه. این قبول کنین که این مسئله است. چرا هنرمند نباید بذاره مردم بفهمن که چقدر داره تلاش میکنه؟ یک، اگر خاطرتون باشه نه اینم جواب دارم. برای اینکه خودشون میگیرن میندازن بغل اون کسی که انداخته بودن. من برای اینم جواب دارم. یا من همین جمله رو میگم دیگه صحبت نمی‌کنم شما جواب بدین. واقعا این تیترش به نظرم خنده‌داره. یک وکیلی رفته بود دادگاه از موکلش دفاع بکنه در همون اتفاقات انقلاب مهسایی که پیش اومده بود. وکیلو انداخته بودن زندان. یعنی الان وکیل خودش احتیاج به وکیل داشت. این دقیقاً اتفاقی که در بازیگرها یادت باشه وقتی یک نفر در یک مکانی قرار میگیره معلومه که اون یک نفر در معرض خطره.
خاطرتون هستش که نویسنده ها، فیلمنامه‌نویسا توی هالیوود اعتراض کردن. من هیچ وقت یادم نمیره گروهی که فیلمو بازی کرده بودن، یادم براد پیت و بچه‌هایی که مال اون فیلم بودن رفته بودن انگلیس، فرش قرمز بود، گفتن اگر نویسنده ها توی هالیوود هنوز اعتراضشون رو دارن ادامه میدن ما برمیگردیم به حمایت اونا. ببین حمایت یعنی همین. من حرفم اینه که وقتی که همه با هم پشت هم باشن، مگه میشه وقتی که همه سینما پشت همن، همه کارگرها پشت همن، بگن که عیبی نداره اینا همه برن کنار، ما یه گروه دیگر رو میاریم؟ این منظور من اینه که حمایت و این پشت هم بودن است. خب حالا در مورد چیزی که آقای خیلی باهاتون مخالفم زهره جون. چیزی که شما میگین ایدئال ایرانه. این فقط مربوط به قشر هنرمند نیست. فردا صبح وکلا جمع بشن، آیا کامیوندارا میان پشتشون وایسن؟ همینطور برعکس، کامیوندارا یک تایم طولانی اعتصاب کرده بودن. کدوم یک از قشرهای دیگه اومد پشتش وایسه؟ آخه این اتفاقیه که دقیقاً چون تو خاورمیانه نمیفته اینجوریه دیگه. خب چرا این اتفاقیه که چون تو خاورمیانه نمیفته، چون تو خاورمیانه نمیفته، همین هم هست سرنوشتمون دیگه. تازه میخوام بگم هنرمند موظفه که اگر کامیون داره میره وایسه میگیم تو هم برو وایسا، اگه معلم میره وایسه میگیم تو هم برو وایسا، و بعدش ما اون کسی که یعنی همین مثال خیلی واضح، همه آدم‌ها برگشته بودن سر کارشون، ولی به تمام کسایی که بازیگر بودن و برگشته بودن سر ساخت فیلم و سینما سریال هاشون نقد می‌کردیم که به چه حقی برگشتی؟ خب مگه بقاله در مغازه‌شو وا نکرده؟ مگه کارمنده برنگشته سر کارش؟ مگه بانک داره کارشو نمی‌کنه؟ خانم زهره به نظرم صحبتشون یه مقدار جلو ببرن، برمیگردن. ببینین این که مردم، این که هنرمند، این هم که شما میگین هنرمند نیاز به درآمد داره و هر نقشی رو قبول میکنه. ببینین فقط هنرمندان نیستن که تو این کشور دارن زندگی میکنن. ما خیلی آدمای نیازمند داریم که هر کاری رو قبول نمیکنن برای اینکه درآمد داشته باشن ببرن تو خونشون. هنرمنده برای اینکه میخواد اجاره خونش در بیاد، برای که خونش حتما تو منطقه 1 تهران باشه، کاری رو قبول میکنه، هر نقشی رو بازی میکنه که اون نقش واقعا سقیف در شأن اون آدمی که میتونه نقش خیلی خوبی بازی کنه نیست. آدم ناراحت میشه واقعا. اصلا من نمیپذیرم. حالا فقط من یه چیزم بگم اینجا، در حق پژمانم شاید داره یه ظلمی هم میشه. فقط پژمان نیست که داره همش فیلم بازی میکنه و نقش هستن و خیلی دیگه هم هستن. اما اصلا من دارم میگم هنرپیشه‌های خیلی معروفتر از آقای جمشیدی اصلا من شخص خاصی رو نمیگم. خب چه بسا که شاید در خلوت خود من یکی از شخصیت‌های مورد علاقه من آقای جمشیدی باشه. بله خیلی لحظات خوبی برام ساخته، دوستش داریم، من ناراحت میشم هنرپیشه‌ای که سابقه خیلی خوبی داره. بعدم میخوام بگم که الان سختگیری‌ها بیشتره یا زمانی که ببینین گذشته رو نگاه کنیم، بازم من میگم سختگیری که زمان آقای موسوی وقتی که برای ارشاد بودن خیلی زیاد بود، ولی ما سریال گرگ ها رو داشتیم. سریال گرگ ها رو من یادمه، من میگم الان اگه میذاشن اصلا همشو ممیزی شاید میدادن. اصلا من دارم در مورد خانم نازگل، ببین من اینجا میخوام واقعا جواب تو رو بشنوم. پرکاری اینجا میزنه بیرون که تو 2 تا فیلم داری که به فاصله زمانی کمی اصلا منتشر شده، کوکتل مولوتوف و زرافه ها، صبحانه با زرافه ها. میبینی یه جا پژمان رو میتونه قبول کنی به عنوان نقش تاثیرگذار و خوب کارو که داره کارو در میاره و قشنگ تو ذات خودش است، و دقیقاً تو یه فیلم سینمایی مقابل کوکتل مولوتوف داری میبینی که ای بابا این دیگه، یعنی تو صبحانه با زرافه ها به واسطه حضور سروش صحت اون پژمان همیشگی نمیزنه تو ذوقه، ولی وقتی میای هر کسی رو قبول میکنی که باهاش کار کنی، میای میبینی که تو کوکتل مولوتوف داره یه ذره میزنه تو ذوق. مثل چی میمونه؟ مثل اکبر عبدی. شما یه خاطرتون هست اکبر عبدی هر کاری رو با علی حاتمی کار کرد ماندگار شد، ولی خودش وقتی میرفت سراغ کارگردانای دیگه میدیدی اون اکبر عبدی همیشگی نیست. میلا جان جوابشو خودت داری میدی. ببین یه بخشی از کار این قضیه رو من متوجهش نمیشم. سینما تیم ورکه. این که فقط بیایم انگشت اتهام رو بذاریم روی بازیگر بگیم تو بد بودی. آیا کوکتل مولوتوف همه چیزش خوب بود؟ یعنی فیلمبرداری خوبی داشت، کارگردانی خوبی داشت، صحنه و لباس خوبی داشت،
فیلمنامه خوبی داشت، فقط پژمانش بد بود. اگر اینطوریه من با شماها موافقت میکنم، میگم بله آقای پژمان جمشیدی شما کم فروشی کردین، ولی فیلمی که همش یه چیزی وجود داره. البته که آقای دوماری به عنوان کارگردان این کار که نویسنده شنای پروانه بوده، کارگردان یه فیلمی به تازگی ازش دیدیم یادگار جنوب بوده، توقعی ازش میره که کار بعدیش کار بهتری باشه. یعنی خود آقای دوماری الان یک نقد جدی بهش هست که شما یه پله افت کردی و اومدی پایینتر از اون حدی که خودت بودی. اینکه مقابل دوربین سروش صحت آدم‌ها خوبن که مشخصه همه خوبن، نوازیگرم به خاطر پرکاری همین آقا بوده باشه که به این وضع دچار شده امروز. نه خود باز هم دلیل نقض میشه، همزمان با هم دیگه این دو تا کار انجام شده. پس یعنی پژمان جمشیدی، من اسم آقای بازرگی بنده خدا میاد، یعنی پژمان جمشیدی پتانسیل اینکه یک بازیگر خوب بشه رو داره. این پتانسیل یک نقطه عطفی میخواد، یک شعله ور شدنی میخواد، یک در واقع ایدئالیه که کارگردان ازش میخواد. یه چیزی وجود داره که نمیتونیم منکرش بشیم. تهیه کننده هایی که به صورت شخصی دارن در سینما فعالیت میکنن یک تضمین بازگشت سرمایه میخوان. مگه ما چند تا تهیه کننده شخصی در سینما داریم که داره کار میکنه؟ خیلی تعدادشون محدوده، به خاطر اینکه الان ساخت یک فیلم یک هزینه هنگفتی رو میذاره که آدمه میاد بازیگری رو انتخاب میکنه مثل پژمان جمشیدی که پشت سرش این اسم داره میاد که پرفروشترین بازیگر سینمای ایرانه. توی شرایط اقتصادی خانواده 4 نفره که میخواد سینما فیلم نگاه بکنه قطعا ترجیح میده یک فیلم کمدی نگاه کنه. این نیست که بگم فیلم اجتماعی دیده نمیشه، فیلم اجتماعی خوب هم مثل پیرپسر که الان هست دیده خواهد شد، ولی عوام جامعه، کسانی که برای تفریح، کانسپت اولیه سینما یادمون نره تفریح میرن سینما که فیلم نگاه بکنن، ترجیح میدن یه ساعت خوشی رو بگذرونن و برن یه فیلم کمدی ببینن و پژمان جمشیدی محرکه برای این کار. قطعا اولا که بهتون بگم فیلمنامه باید خونده بشه. خب آقا فیلمنامه رو میخونی، اصلا عوامل بذار کنار، فیلمنامه رو مگه نمیخونی؟ فیلمنامه رو که میخونی. بعدم من کار ندارم وضعیت مالی برای هر کسی که هست. ما داریم که آقای شهاب حسینی تو فیلم، ببینید مثلا شهاب حسینی به هومن سیدی کمک کرد برای که هومن سیدی بیاد بالا، براش مجانی بازی کرد. نه اینطوری نیستش که شما اگه پول نگیری الان میخوری زمین. بعدم من گفتم شرایط مالی یعنی چی؟ ما تو همون کوکتل مولوتوف هنرپیشه دیگه هم داریم که داره نقشش رو تکرار میکنه، به اون شیوه بازی میکنه. خب شرایط مالیش هم بد نیستش نسبت به بقیه قشر جامعه. خب شما الان میدونین که مزدی که میگیرن به هر حال میلیاردیه. خب مگه بقیه مردم میلیاردی درآمد دارن؟ مگه بقیه مردم پول پیششون میلیاردیه ولی مگه میلیاردی درآمد دارن؟ ببین برای همین نمیپذیرم یه سری چیزا رو. اینکه آدم‌ها یه جایی گفتین این نکته مهمیه. من میخوام خانم نازگل جواب این سوالو بدن، چون دوبار گفتین سری قبل من از خاطرم پرید، الان شما دوباره گفتین دوباره اومد تو ذهنم. خانم نازگل این نکته درسته، جوابی داری برای این؟ نکته خیلی نکته درستیه، من مخالف نکته درست نیستم، ولی همون آدمی که داری میگی در 5 سال گذشته چند تا کار انجام داده که مزد میلیاردی داره میگیره؟ میدونی من دفاع نمی کنم ازش که مزد میلیاردی، نه پژمان جمشیدی رو بذاریم کنار. امین حیاری که شما دارین میگین برف آخر رو کار کرده بود که مدتی هم پشت اکران مونده بود، اصلا نیومده بود، با اون شرایط سختی که جان برکف رفته بودن تو اون برف و با گرگا و اینا بازی کرده بودن و الان کوکتل مولوتوف ازش اومده. خیلی بازیگر کم کاری شده به نسبت سالهای قبلش. یه تایم طولانی سر برنامه‌های عصر جدید و اینجور برنامه‌ها بود اصلا بازی نمی‌کرد خیلی زیاد که خوش تو عصر جدید به هر حال بوده، به هر حال کلاس بازیگری داره، یعنی منبع درآمد داره. ببین یه چیزی اینه که منبع درآمد داره. چند درصد بازیگرهایی که در سینما ایران دارن فعالیت میکنن مثل امین حیایی منبع درآمد دارن؟ آیا کلاس‌های بازیگری، کلاس‌های موسیقی الان به اندازه‌ای که در واقع 10 سال پیش بوده درآمدزایی میکنه به نظر شما؟ من مخالفت 100% باش میکنم. الان در هر کوچه‌ای رو باز کنی یه کلاسی وجود داره، ولی آیا منبع درآمد میکنه؟ با این اجاره‌های هنگفت، با مالیات‌هایی که باید پرداخت شه، با هزار تا چیزی که صد راهشون قرار میگیره، منبع درآمد زیادی نیست. من آموزشگاه موسیقی رو سراغ دارم که 3 سال تأسیس شده، خودم کارهای اولیه‌اش انجام دادم برای اینکه راه اندازی بشه. من میدونم چقدر چالش بزرگیه برای اینکه ملک اجاره کنی تا میای پا بگیری جا
جابجات نکنن، 1000 تا اتفاق دیگه بیفته، خودت رو معرفی بکنی، قیمت مناسبی بدی، در واقع اون کسایی خب نازگل جان بازم برمیگردیم به اونجا که شما داری در مورد یک نفر هنرمند صحبت میکنی که در موسیقی کارش خوبه، آموزشش خوبه، خب ولی مردم تعداد محدودی اسم میشناسن در دنیای موسیقی. چرا مردم تعداد محدودی اسم میشناسن تو دنیای موسیقی؟ برای همین هم میتونم دلیل نقض براتون بیارم. هوتن شکیبا، نوید محمدزاده، بهرام افشاری، به تازگی ریحانه رضی که در سریال خانم تاسیان نقش همسر آقای بابک حمیدیان رو بازی میکرد، در یک تئاتری انتخاب شد به اسم هیدن که 600 شب توی پلاتوی کوچیک اجرا رفته. پلاتویی که هیدن اجرا میشد هیچ کدوم از سالن‌های اصلی نبود، تماشاخانه هما، در یک پلاتوی کوچیک اجرا میشد هیدن. 600 شب این دختر اجرا رفت، ولی اون تئاتر الان به در واقع اصفهان و رشت هم رسیده. ما چند تا شهر دیگه داریم که اصلاً امکان برگزاری تئاتر وجود داشته باشه که بگیم راه باز آدم‌ها بیان در تئاتر شرکت بکنن و بیان و در واقع وارد سینما بشن. بجز شهر تهران، حالا اصفهان نمیدونم شیراز داشته باشه یا نداشته باشه، رشت که میدونم سالن تئاتر داره، تازه سالن‌ها هم کوالیتی و کیفیت مناسبی ندارن. چقدر جاهای دیگه در شهرهای دیگه وجود داره که آدم‌ها میتونن از طریقش وارد این حرفه بشن. تازه با این حساب میگم کسایی که کارشون رو خوب انجام دادن، یعنی هوتن شکیبا و نوید و بهرام افشاری که با آقای کیوان خلیل آزاد کار میکردن، همه با هم دیگه یک گروه نمایشی بودن که پچ‌پچ‌های پشت خط نبردشون رو همین الان توی فیلم و بقیه پلتفرم‌ها میتونید ببینید. تئاترایی که کار کرده بودن هنوز هست. امکان حضورشون در تئاتر خوب دیده شدن وجود داشته برای اینکه وارد بشن، امکانی ازشون گرفته نشده. خیلی از بازیگرهای دیگه هم هستن، ولی اساساً اینه که یه چیزهایی با یه چیزهایی نمیخونه. هزینه‌های هنگفت تهیه کننده نداشتن، نیمه صنعتی بودنمون، فیلمنامه‌های خوبی وجود نداشتن. بله شما زهره جون خیلی درست میگین، ولی من همین الان فیلمنامه یکی از سریال‌های روز به دستم رسیده که بخونیمش. اصلا چیزی که در تازه این نسخه ساترا به دستم رسیده، چیزی که در فیلمنامه داریم میخونیم با چیزی که در تصویر داریم میبینیم دو تا چیز مختلفه. فیلمنامه 50% که تضمینی براش وجود نداره عین هم بتونه اجرا بشه. آیا تو این شرایط بد میشود کار فرهنگی درست انجام داد اصلا؟ سوال من این از شما. یعنی اون هنرمند اون آتیه رو داره، اون خیال راحتی رو داره که اصلا بخواد این کار هنری درستایی بسازه و اصلا مخاطب داره اگر ساخته شد بره سینما بخواد ببینه. یعنی احساس میکنم که اون مخاطبه که داره یک بلایی سر این بازیگرای ما میاره که اینا شدن که هر چی کار بهشون پیشنهاد میدن برن انجام بدن و برن سینما ببینن. اینو میخواستم نظرتون رو بدونم. 50-50 میتونم بهتون بگم. اول از این که شما با فروش پیرپسر میتونی بفهمی که ما هنوزم مردم با فرهنگ داریم. با فروش کتابایی که آقای صحت معرفی میکنه میتونی بفهمی مردم ما تشنه فرهنگ هستن، یعنی مردم دوست دارن یادگیری رو. با فروش آهنگای زیبای آقای همایون شجریان میتونی بفهمین که مردم سنتی گوش میدن. جوونای ما، جوونای 16-17 ساله ما که همه میگیم رپ میذارن معنیشو نمیفهمی فلان، دوست دارن گوش میدن. کی اینو میتونه ترویج بده؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ کی باعث ترویج اینا میتونه بشه؟ ببینید نمیگم اونو نگاه نمیکنن. ببینید میلا جان، من خودم نمیتونم بهتون بگم چند بار تا حالا خوب بجلفه یکو نگاه کردم. شاید بعضی وقتا تکه کلامم تکه کلامای آقای پژمان جمشیدی هم باشه. مگر من طنزو زیر سوال میبرم یا شخصی رو؟ با توجه به اینکه 5 دقیقه وقت برنامه‌مون مونده می‌خواستم که نتیجه گیریتون هم بفرمایید و بعدش ببینیم. بذارید اینو بگم بهتون. نه، من میگم کار خوب در هر دوره‌ای در هر زمانی ساخته بشه مسلماً بیننده‌های خودشو داره. منکر این نیستم که الان شرایط داره بد میشه. اتفاقا در همین شرایط بد اون آدم‌ها تو اوج سختی کار خوبو میرن میبینن. خیلی از شما متشکرم. خانم نازگل 2 دقیقه میخوام جمع‌بندی رو انجام بدی و بعد بچه‌ها خداحافظی کنیم. بله حتما. اول که خیلی خوشحال شدم در کنارتون بودم. این رو بگم که بحث خیلی جذابی بود برای خودم، امیدوارم که مخاطبم دوستش داشته باشه. و در نهایت این که هیچ وقت یادمون نره که سینما هدف اولش تفریح ملته و الان با وجود پلتفرم ها، با وجود این همه فیلم هایی که داره میاد، با وجود اینکه خیلی از آدم ها میان تئاتر میبینن، من خیلی خوشحال میشم از اینکه میرم دنبال بلیت تئاتر و میبینم سولد اوت شده. باورتون نمیشه که چقدر خوشحالم. حتی اگر خودم نبینم اون تئاتر رو لذت میبرم از این سولد اوت شدنه. حتی تئاترهایی که بازیگرهای چهره ندارن، این روزها خیلی اتفاق خوبیه که داره میفته. ولی میخوام بهتون بگم با همه این اتفاق
یک تهیه کننده میاد میشینه مصاحبه میکنه و میگه تئاتر من تمام قسمتاش تمام شبها سولداوت بوده، پرفروش‌ترین تئاتر بوده، ولی من 1 میلیارد تو ضررم برای ساخت این تئاتر. و این خیلی دردآوره به خاطر اینکه نمیتونیم معیشت رو جدا کنیم، هزینه ها رو جدا کنیم از اینکه یک کار هنری داره ساخته میشه و کوالیتیش حفظ بشه. متاسفانه ضربه میزنه. آدم‌ها برای حفظ این که همچنان بفروشن میان به هر کاری میدن، چون همچنان خرید انجام میشه. حرفی که میلاد ماهون زد، یعنی مخاطب 100% تأثیر داره در این که یک فیلمی رو، یک سریالی رو دیگه نبینه و آدما نسازن. خود ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم و متاسفم از این که آدم‌هایی که تصمیم گرفتن کار نکنن به نشانه اعتراض، ما مخاطبینی بودیم که اونها رو از دست دادیم. ما دیگه یه سری از کارگردانان خفن رو نداریم. بله خیلی ممنون، متشکرم. اینو که گفتی یاد ناصر تقوایی افتادم. برنامه رو با نام ایشون به پایان میبریم که واقعا کار نکردن ایشون باعث ناراحتی همه ما شد. آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان دارم. با تشکر از خانم نازگل و خانم زهره که در این برنامه با ما بودن و انشالله در برنامه‌های بعدی هم شما رو ملاقات میکنیم. تصمیم و نتیجه نهایی با شما مخاطبین عزیز هست که با توجه به صحبت‌هایی که شد و حرفایی که زده شد نظر و تفکر شما در رابطه با این اتفاق چیه. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر بدرود. امیدوارم خدا توفیقی بده که بنده بتونم راه هدایت و اصلاح رو از طریق امر به معروف و نهی از منکر هموار کنم.